سلام به همه شما عزیزای دل که الان صدای منو میشنوید. امروز قراره درباره یک کتاب فوق‌العاده صحبت کنیم. کتابی که اگه یکم احساس میکنی توی زندگی گیر کردی یا فکر میکنی من به درد این کارا نمیخورم، احتمالاً نگاهتو عوض میکنه. اسم کتاب هست پتانسیل های پنهان از آدام گرانت، همون روانشناس معروف و نویسنده پرفروش که همیشه یه چیزایی میگه که آدمو تکون میده. خب بریم سراغ اصل ماجرا. آدام گرانت توی این کتاب میخواد یه چیز مهم رو بهمون ثابت کنه. اینجوری نیست که موفقیت فقط مال نابغه ها باشه. نابغه بودن آره خوبه، ولی اون چیزی که تو رو به جاهای خاص میرسونه طرز فکر رشده، نه فقط استعداد ذاتی. یه جمله کلیدی کتاب اینه: بزرگترین مانع برای رشد کمبود استعداد نیست، بلکه کمبود فرصت و باور است. یعنی چی؟ یعنی شاید تو خیلی هم نابغه نباشی، ولی اگه باور داشته باشی که میتونی بهتر شی، اگه اشتباه کنی یاد بگیری باز بلند شی، اون وقت توی مسیر رشد میافتی. گرانت درباره دو نوع طرز فکر صحبت میکنه. یکی طرز فکر ثابت که میگه من همینم که هستم، دیگه نمیتونم بهتر شم، و یکی طرز فکر رشد که میگه اگه تمرین کنم، اگه یاد بگیرم، میتونم بهتر بشم. اونی که موفق میشه کیه؟ نه اون که فقط از اول باهوش بوده، بلکه اون که باور کرده میتونه رشد کنه. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه: محیط اطرافت. آیا دور و برت آدم‌هایی هستن که بهت انگیزه بدن، که تشویقت کنن، که وقتی زمین خوردی کمکت کنن بلند شی؟ اگه هستن قدرشون رو بدون، چون توی رشد تو نقش طلایی دارن. تو میتونی بیشتر از چیزی که الان هستی باشی، فقط کافیه باورش کنی، اشتباه کردن رو بپذیری و یادگیری رو متوقف نکنی. ممنون که گوش دادی. اگه این اپیزود به دلت نشست، حتما با دوستات هم به اشتراک بذار.